اونایی که گوشیشون سامسونگ گلکسی S7 Edge هست باید نرم افزار خود گوشیشونو به روز رسانی کنن. یعنی اینجا به روز رسانی باشید. خب شماها در قسمت به روز رسانی نرم افزار خب میتونید نرم افزارتون رو به روز رسانی کنید. حالا من که نظر به روز رسانی نرم افزار، چون من قبلا نرم افزارش به روز رسانی شده بود و شما میان توی این قسمت این درباره تلفن اینجا زده گلکسی S7 حالا هر S7 هست، چه S7 معمولی باشه، چه S7 Edge پلاس باشه، چه S7 دیگه نداریم. نوتف که خدا بیامرزتون، واقعا خودتون رو بخونید. پیشنهاد میکنم نوتف نخرید. بذاریم روی قسمت اطلاعات نرم افزار اینجا زده اندروید 8، نسخه اندروید 8. چند بار که بزنید این سن رو بشید و چند بار که بزنید با اختاپوس طرف میشید. خب حالا یاد گرفتین اگه گوشی مثلا گوشی پدرتون، گوشی مادرتون، گوشی خودتونه این کارو باش بکنه. خیلی باحاله. دمتون گرم. حتما کانال کیان جی تی رو لایک و ساب کنید. نکنید آقا میدونست اگه لایک این ویدیو رو لایک کنی و بفرستی واسه اونی که S7 Edge داره، بغل تلویزیونت یه دونه ایکس باکس سریز ایکس پیدا میکنی. پس حتما این کار رو انجام بده. خداحافظ.